بسم الله الرحمن الرحیم. اول السلام علیکم مردم مسلمان تاجیکستان، مردم دست بخیر، صاحبکارای عزیز، دوستای عزیز، شخصا صنعتکارا، همه آدم هایی که خیر سخاوتون زیاد است، همیشه خیر میکنین، غمخوری میکنین. خداوند همه شما را در پناهش نگهبان باشد. همه مردم مسلمان تاجیکستان، مردم دست بخیر، با آمد عید سعید فطر در این دهه رمضان تبریک و مبارکباد میگم. به خاندان همه شما شادی و نشاط. اما یک عقده در داخل شما است، یک گره هنوز هم نکشوده مانده است. همیشه خانواده‌های شما میشه و در حق همه غریبایی که سرسون و سرگردانند به مثل من در غریبی، خداوند همتون مشکلاتون آسان بگردونه، کار و بارتون برکت بده. چی آرزو و هوس دارین جامعه عمل شد. آمین. الله اکبر. فخریدین چرا رفت؟ چرا کارهای فخریدین جور نشد؟ در برنامه و من شنیدم که فخریدین فرار کرده از تاجیکستان با اتهام قرضداری، بدهکاری. بله. چقدر قرض دار شد؟ شنیدم که خیلی قرض کلان دارد، تقریبا حدودی از 5 میلیون سومانی زیاد. 930 هزار سومانی به فکر من، قریب 1 میلیون. خیلی ها وقتی که فخریدین رو جستجو میکنند به شما زنگ میزنند. فقط طرف گندگی ما رو گپ نزنن، طرف خوبی ما رو ببینن. از ما همیشه خواهش میکنم، خیلی دورم میگن که خوبی بر پیغمبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و سلم راست آمده که طرفای خوبی ما رو ببینید، فقط طرفای منفی ما رو گپ نزنید. از شما خواهش میکنم، التجا میکنم، نواری ما رو گوش کنید. و بلاگرای عزیز، منصور نعمتوف، ارزوی سایف برنامه خوب داره. شما قربان نعمتوف که تو باید همه وقت دستگیری که مورد این برنامه مرا دیگر شخصیت حاجی سعدی، شخصا حاجی دوست مراد که برنامه کردی، همیارا کدومید که هنرمند و صنعتکارا که ما در پهلوی شما بوده مرا تماشا کردی، باید شما خودتون درک کنین، مرا ببینین، همین برنامه مرا بگیرین، پدیلیت سکنین، تماشا کنن، مردم حالی مرا ببینن. حاجی بابا جان، حاجی لنگری که شما فقط همیشه در دستگیری مردم هستین، مردم نگاه میکنیم. از شما احترامونه خواهش میکنم دوستان عزیز، در این دهه رمضان، در همین وقتی فطری روزه‌سپاری و در همین زکاتی بی‌طرف نباشین. از شما خواهش میکنم که برای من یک سومونی اختنا دریغ ندارین. التماس میکنم، ای همه شما خواهش میکنم دوستان عزیز. زمانی بود که من در برنامه اشتراک میکردم، در خرسندی های مردم، در چاره‌بینی های مردم اشتراک میکردم، هیچ او طرف مونید. اما زمانی بود که گردن من کج بود، گردن من کج میکردم، در کانال خود تماشا میکردم، شما گردن من کج میکردم که دیگر را یاری برسونید. غریبا، مردم دست بخیر. اما زمان ماه شریفی رمضان ماه مبارکه بود، یا که زمانی بود که مردم های خمیزات بسیار بودن، مردم های متای بودن. خدا منت نشود با همین مشکلی های خودمون، با این غمداری خودمون، با همین در بدری خودمون باور کنید دستگیری میکنه. اما بسیار صاحب خونش دن، بسیار بیمار بودن، رفتن تبابت یافتن. اصلا بیرین اتوبوس چی را بینید چی خیلی به امراض و مقصد خود رسید. از این مشکلی با دستگیری شما که با دستگیری برادر امید رخش تقسی که رهبر یک شرکت بود، اما دستگیریش کرد، مبلغ کلان داد، از همین مشکلی برآمد. اونجا سبب خدا منت نشه، ما گردن نکش کردیم که اما از این مشکلی برآمد. طرفای خوبی ما را به نظر بگیرید، برای چی شما فقط گندگی ما را میگی که این خیلی اوتره؟ غیر خداوند کسی پاک نیست. هم با گناهگارای باور کنید برادر عزیز، که من در فریب قرار شدم، برام می‌پولتم در فریب دیدم که شما در جای ما باشین چیکار می‌کردین. 11 ماه در غریبی هستم.
یکی غیر برو ما در نظر دادم که من کمک میماره دستگیری که چیزی ما حال شما رو دیدم حال شما رو غریب رو همه تو رو دیدم تو خود نمیوزی تو محیط با حال شما چی با ما بزرگم آوا راش مالا را بنویش برگم در اون بقید خیلی هم دختر شد من فوکس میکنم که این رو که تمام کرده و چند دفعش تو گیری باز این همجا میتونیشی صبح میکنه شده دیگر تو روی صبح نفهمون یا نه گیستش که استفاده مختلف میگیم من شما نمیگوشتم چی جواب بگم در لحظت خدا جون چی جواب بگم چی جواب بگم چی جواب بگم با بخشیش بپرسه بای شما همه تون بخشیش بپرسم که مگر آسانه یک مردی که همه میشنست من شنیدم که فخرالدین از چندین آدمان مبلغ گرفته است اسم یک تاجر نامدار رو استفاده کرده، درست است؟ ما همین فهمیدیم نه که راستی گپ اگر انیش بگیریم ما با فخرالدین در اینستاگرام گفته گفته که مرا بسیار آدم فریب کردن پول گرفتن رفتن در بین ما بازی از تاجیکستان بیرون با فکر روسیه ده باشه یا که قزاقستان باشه انیش نمیگم هدی سعید فیتر خوشحالی خونه اون کارتایدش هم به سیترم میمونم به هر رمضان های التماس میکنم خواهش میکنم گردن کج میکنم برای ما یک بارگی دیگر خیلی اختیار دریغ نداری خواهش میکنم دوستان عزیز بیاید این مادری ببری مرا فرزندای مرا خرسان کنیم خواهش میکنم کمکی که دستی کم روزی غم نبینیم در پناه خداوند باشیم همتون خدا جان و مراد و مقصد و بارزو اقصاتون برسین و با نزدی مادر و پدر و فرزنداتون برگردین آمین الله اکبر